سلام دوستا، خوش آمدید به یک برنامه دیگه از کانال باران کلاس. دوستایی که جدید هستید این برنامه لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنید. در این ویدیو برای شما نشان میدم که شما چطور میتونید پلیلیست برای چینل یوتیوب خود بسازید. برای این کار شما میرید چینل یوتیوب خود باز میکنید، بعد که باز کردید بعد میایید بالای view your channel اینج کلیک میکنید. خب دوستا، بعد شما همونطور که میبینید نام چینل ما باز شد. بعد میرید بالای کستومایز چینل. خب دوستان، همونطور که میبینید یک صفحه کامل جدید باز شد. بعد نوشته است که داشبورد کانتنت انالیتیکس. شما بالای کانتنت نوشته میکنید، اما در بعضی کامپیوترها هست مختلف است. شما میرین بالای سیتینگ، بعدش میرید بالای اونجا مستقیم نوشته است پلیلیست، اما کامپیوتر ما او رو نداره. ما باید بریم بالای چی؟ کانتنت. شما میتونید بالای کانتنت برید، بالای کانتنت کلیک میکنید. بعد همونطور که میبینید اینجا نوشته است پلیلیست. ما بالای پلیلیست کلیک میکنم. خب شما همونطور که میبینید ما پلیلیست های مختلف خود اینجا دارم. خب برای که شما یک پلیلیست جدید انتخاب کنید، شما چیکار میکنید؟ میرید بالای نوشته است کریت. خب اینجا نوشته است نیو پلیلیست. بالای نیو پلیلیست شما کلیک میکنید. خب همونطور میبینید نوشته است که تایتل. خب شما عنوان چه نوشته میکنید؟ عنوان امو ویدیو رو که شما میخواهید اپلود کنید، نام ویدیو خود نوشته میکنید. خب ما نامش نوشته میکنیم اینجا. خب دوستان، همونطور که میبینید ما پلیلیست نوشته شد. تایتلش نوشته کردیم که چطور پلیلیست برای یوتیوب خود بسازم. خب یک عنوان است، عنوان شما میتونه یک چیز دیگه باشه. بعد اینجا نوشته است که دیسکریپشن، اد دیسکریپشن. در این کار شما با جزئیاتش نوشته میکنید چطور پلیلیست ساخته میشه با جزئیاتش. خب ما نیاز ندارم چیز نوشته کنم، خب این رو خودش تصمیم میگیرید. بعد نوشته است ویزیبیلیتی. گفتم این ویدیو شما که میخواهید اپلود کنید چی باشه، مثلا پرایوت باشه، پابلیک باشه، انلیستید باشه. خب این خودش تصمیم میگیرید. پابلیک باشه یعنی همه میبینه، پرایوت فقط خود شما میبینید، انلیست یعنی که در صفحه شما فقط لیست کردید و او را تا هنوز انتشار نکردید. خب ما میخوایم که پابلیک باشه. بعد بالای کریت کلیک میکنید. خب دوستان، همونطور که میبینید پلیلیست جدید ما آماده شد. خب این پلیلیست شما که فعلا ویدیو داخلش نیسته. خب شما یک ویدیو میخواهید که اینجا علاوه کنید. خب این نوشته است ویدیو، بالای زی علامه کلیک میکنید. خب همونطور که میبینید نوشته است اد ویدیوز، بالای زی کلیک میکنید. بعد نوشته است اپلود نیو ویدیو، چوز اگزیستینگ ویدیو، یعنی اپلود نیو ویدیو که شما یک ویدیو جدید را انتخاب میکنید و چوز اگزیستینگ ویدیوهایی که شما قبلا ذخیره دارید میخواهید بالای او کلیک کنید. خب ما کدام ویدیوی را میخواهیم که بالای چوز اگزیستینگ ویدیو میرم کلیک میکنم. یک از ویدیوها را برای مثال ما میرم انتخاب میکنم، برای مثال این را انتخاب میکنم. بعد نوشته است اد، بالای زی کلیک میکنم. خب همونطور که میبینید پلیلیست جدید ما آماده شده اینجاست. اگر ما پس بریم بالای کستومایز چینل، بعد بالای کانتنت ببینید که آیا در پلیلیست آمده یا نه، ذخیره شده. خب دوستان، همونطور میبینید ویدیو جدید ما هست. یک پلیلیست برای ویدیو جدید ما ساخته شده. چطور یک پلیلیست برای یوتیوب خود بسازیم. خب این بود از برنامه امروز. خب دوستان، اگر خوش شما ماد از این ویدیو لطفا چینل ما را سابسکرایب، کامنت و لایک کنید لطفا. تشکر.